مراسم تجلیل از 100 سالگی روز مولود پروفسور مرحوم وحید اسراری، فولکلورشناس و از استادان ژورنالیستیک معاصر تاجیک در بینای دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان خاکسارانه و با تأسیس یک نشست برگزار شد. در این نشست گفته شد که محض با چسب و تلاش‌های وحید اسراری در سال 1967 بخش آموزش تخصصی روزنامه‌نگاری تأسیس یافت. پروفسور وحید اسراری با تلاش‌های تدریجی خودشان، با نوشته‌های پیوسته خودشان، با پیشنهادهای پیوسته خودشان همراه هم عقیده‌هایشان عاقبت به نتیجه رسیدن و سال 1992 در دانشگاه ملی تاجیکستان هم فاکولته مستقیم ژورنالیستیک به عملا به کار شروع کرد و از همین دوره معلم اسراری استاد و حامی اساسی فاکولته ژورنالیستیک محسوب می‌یابد. پروفسور وحید اسراری برای رسیدن به هدف اصلی تأسیس بخش تعلیم ژورنالیستان در تاجیکستان باید مقام‌های بلندپایه حزب کمونیست آن زمان را معتقد می‌کرد. با دوش گرفتن این مسئولیت او را با مشکلات و برخوردهای منفی منصبداران زمان روبرو کرده بود. حتی پس از چند سال تأسیس نخستین شعبه ژورنالیستیک آن را هم برهم دادند. مسئله در سیزده در انجمن پنجمی ژورنالیستان تاجیکستان حل خود را یافت. در همین انجمن پورا اعضایان بیروی کمیته حزب تاجیکستان اشتراک داشتند با سربری خود کاتب اول محکمов. در همینجا هم غایب نظروش قلندر برآمد کردن، هم استاد اسراری برآمد کرده ضرورت داشتن شعبه را خیلی درست فهماندن. من بعد از همین در همینجا خود همان روز کاتب یکمی حزب کمونیست محکم اعلان کردن که ما راضی هستیم که شعبه ژورنالیستیک را تأسیس دهیم. پروفسور اسراری تا روز فوت در سال 1996 در فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان به صفت مدیر کافدرای مطبوعات فعالیت داشت. اما همزمان او با شاگردان از فن ادبیات شناسی، فولکلور شناسی درس می‌گفت. استاد اسراری با واسطه تحقیقات خودشان، با واسطه بی‌واسطه کارهای خودشان در ساحه فولکلور در فولکلور شناسی مقام خیلی بزرگی داشتند. 5 اسپیرانتی تیار کردن، اون کس اسپیرانتی بزرگی در ساحه فولکلور شناسی و غیر از این خودشان چندین 5-6 اثرها نوشتند. از گوییم که از ایجادیات دهنکی خلق تاجیک که از کتاب‌های اساسی و چند کتاب‌هایی که این کس نشر کردن درباره ژانرهای خود فولکلور. وحید اسراری در سالهای 1942 تا 1944 در جنگ بزرگ وطنی شرکت داشت. پس از ختم جنگ به واسطه فعالیت او به مطبوعات پیوست و در مقام‌های مختلف در این بخش کار و فعالیت داشت و صدها مقاله و اثرهای ژورنالیستی و ادبیات شناسی تألیف کرده جایزه‌های زیادی دولتی را نیز به دست آورده است.